جان مجددی و گزارش خوبی که همین لحظه بر ما و شما ایزان در نظر گرفته بودن، خدا کنه مورد توجه شما ایزان قرار گرفته باشه. خب در ادامه اگر وقت داشتیم به وارث وقت میتیم که یک گزارش دیگه هم بر ما تهیه کنه. خب به هر صورت مهمان دارم، چار قندول همراه ما هستن و همچنان روزای پنجشنبه باش که بگوییم که همایون افغان با ما نمی باشه، فقط وارث جان مجددی می باشه. گزارش خوبه برای ما و شما ایزان تقدیم میکنن. تفلکای قندول منتظر ما هستن که خاله روی قپور حرفی نکو بیا و فکایای ما داریم، صحبتایی که ما داریم دیگه بر بیننده ها داشته باشیم. آرش جان قندول با ما همراه هست، زهره جان شیرین همراه ما هست، هدیه جان گل همراه ما هست و زحل جان نازدانه. خوش آمدین شیرینکا و برنامه صبح زندگی. خوش آمدید زحل جان. در مایک میشه گپ بزنید. تشکر. سلام بر خدمت خودتان بینندگان عزیز، کسایی که از پرده تلویزیون ما را نگاه میکنن. و من زحل راسخ هستم، متعلم صنف 8 و تشکر از برنامه زیبایتان که ما را دعوت نمودید. زنده و سلامت باشه زحل جان. تشکر از خودتم که برنامه ما آمدی، برنامه ما را زیبا ساختی. زحل جان 13 ساله است و صنف 8 هستی. بله. چند نمره هستی زحل جان؟ خودم اول نمره هستم. اول نمره. نام خدا در مکتب شخصی یا دولتی؟ در مکتب شخصی است. آها، بسیار خوب. کدام مضمونا رو زیاد خوش داری خود زحل؟ من مضمون انگلیسی رو بیشتر دوست دارم و همچنان دری. مضمون انگلیسی و دری. چه چیزهایی رو در خود زیاد پیدا کردی زحل؟ یعنی میفهمی که خیلی یک دختر با استعداد هستی، دو مضمون دو کارها خود زیاد خودت لایق فکر میکنی؟ خودم در نوشتن درس با تشریح کردنش خیلی لایق هستی. باز در مکتب هم تو قسم میکنن که زحل خوب تشریح میته، ما میتونیم خوب درست بفهمیم. بله. در آینده میخوای چی کار شوی زحل؟ در آینده من میخوایم یک اقتصاددان خوب شوم و برای کشورم خدمت کنم. آفرین. و خیال مضمون ریاضی را خیلی خوشم داری. بله. اقتصاد دیگه همون تو یک ذهن و مفکوره بالا میخوای که خوب سعی بتونیم پیش ببریم. ما اما است. خب مایک میتی به هدیه جان. هدیه جان خودت هم خوش آمدی عزیز دل. خوش باشین. برنامه خداوند. هدیه احمدی هستم، متعلم صنف 6 در مکتب خصوصی فردوسی. خوش آمدی هدیه جان به برنامه صبح زندگی. چند نمره هستی خودت؟ من اول نمره هستم. اول نمره. نام خدا. زحل جان و هدیه جان دیگه هر دوگشون اول نمره هستن. هر دویتان هم صنفی هستین یا در یک مکتب هستین؟ بله در یک مکتب هستیم. خب نام خدا. خیلی معلوم میشه هم صنفیت هم رویت آوردی هدیه همو ترس؟ بله هم صنفی. چقدر خوش لباس مقبول کالا پوشیدی امروز. تشکر. خب رنگه که انتخاب کردی رنگ دلخوایم است. خب کدام مضمونا را خود زیاد لایق هستی دو؟ ما مضمون دری و ریاضی. مضمون دری و ریاضی. کدام کارا را بهش زیاد علاقه داری؟ من زیاد خوش دارم سوال ریاضی حل کنم. ریاضی. در آینده خودت حتما میخوای یک اقتصاددان شوی چطور؟ یعنی کدام رشته دیگه؟ خب آفرین. بشک اینا دیگه که از زحل دیگه هم هر دو تایتون یک جای باشین که همو اقتصاد به خیر و به خوبی رشتهش پیش ببرین، دو تا اقتصاددان خوب عالی شوین در کشور بخیر. اما ترس؟ بله. موفق باشین. خب سوالای دیگه هم دارم همراهتان. میشه که مایک به زهره جان بدی. زهره جان خودت هم خوش آمدی. سلام بر شما خدمت بینندگان عزیز. زهره راسخ هستم، متعلم صنف 8 در یکی از مکتب‌های خصوصی. خوشحال هستم که ما را در برنامه زیبایتان دعوت نمودید. سلامت باشید. تشکر زهره جان. تشکر از خودتم که برنامه آمدی. هم صنفی هدیه جان هستی خودت؟ بله. خب خدا که چند نمره هستی؟ خودم 3 نمره مکتب. 3 نمره. هدیه هم اول نمره. رقابت داری که هدیه یعنی راستش بگو؟ نه خیر. هیچ. تا حالا نشه پیش خود فکر کنی باید اول نمره شام هدیه نباد باشه؟ نه خیر. به این میگن دوست خوب. تشویق کردی هدیه را در کارهایش که مثلا بیشتر کوشش کو که بتانی همیشه اول نمره خودت حفظ کنی به عنوان یک دوست خوب، یک همصنفی خوب؟ تشویقش کردی؟ همراهش بودی همیشه یا نه؟ من باش زیاد نبودیم، خودش لایق است، زیاد میخوانه خودش درس. آفرین. نام خدا. معلوم میشم تو دختر لایق است. این دیگه که زهره جان هدیه خودم کمک کو که بخیر دیگه در یک صنف 2 اول نمره قبول است؟ میشه یا نه؟ 2 اول نمره میشه؟ خب خورترک ما چی میگه؟ آرش جان خوش آمدی. آرش عزیز خوب هستی؟ خوش باشید. سلام، نام آرش است، تخلص محمدی، شاگرد صنف 3. آفرین. چندم نمره هستی آرش جان خودت؟ 4 نمره. 4 نمره. چرا 4 نمره هستی؟ اول نمره چرا نشدی؟ در مکتب 4 نمره است. در شوخی چطور؟ نه. هیچ شوخی نمیکنی؟ نه. کم خوش شوخی خواد بکنی؟ کم. خب کدام بازی ها را خوش داری؟ بچه خود زیاد فوتبال میکنن. من زیاد خوش دارم که بیادرم ساتری کنم. چند تا باز اونا اگه من آزار بودن وصلتشان میکنی.
چند تا بیادرک هستین؟ 3 تا 4 تا. 4 تا. خورترکشون خودت هستی؟ نه. دیگه از خود که خورترک است؟ با سر از او زورآزمایی خود نمی کنی؟ نه. الا ما کلان هستم، الا سر گپ ما گپ نزن، اتو خود نمی کش؟ نه. خب آرش جان خودت میگن یک تحفه برام آوردی. چی از تحفه کرد؟ یک ترانه راجع به سال. آفرین قندولک. بخوان ترانه مقبولتن. سلام بر شما بزرگان ما که فکر وطن را بسر کرده اید. بگویید با ما ز صلح و صفا که تنها شنیدیم و آن را ندیدیم، که ما خنده مادران را ندیدیم، که ما خنده کودکان را ندیدیم. برای وطن کمر بسته اید، بدین گونه شب را سحر کرده اید. بگویید با ما ز صلح و صفا که تنها شنیدیم و آن را ندیدیم، که ما خنده مادران را ندیدیم، که ما خنده کودکان را ندیدیم. سلام بر شما بزرگان ما که آینده ما به دست شماست. به دلهای ما جفا کم کنید، شکست دل ما شکست شماست. نام خدا چک چک کنیم بارشون. چقدر مقبول ترانه خواندی برای ما. اما تو نفسه که تام سوخت زیر تاثیر خاله روی رفته بودی؟ نه نام خدای قدر مقبوله که به جرأت ترانه را خواندی. کی بهت یاد داده بودی ترانه مقبوله؟ استاد در تلفن پدرم دیدم وقتی که شما آمد پدرم گفتم مامی را بگیره فیلم برداری کنه. در تلفن دیگه باز برام فیلم برداری کرد. باز در تلفن پدر جانت دیگه اونمو را گوش کردی تا که یاد گرفتی. گیم میزنی یگان وقت یا نه پت پت؟ پت پت نه. طفلا که هستن نه پت پت باز میرن گیم میزنن. نه ما پت پت نمیکنم. خب دیگه توفه داری؟ دیگه هم توفه. خب زهره جان چی توفه آورده همراه خودش بر ما در برنامه؟ چی گفتنی داری برای همسن و سالای خودت که مکتب میرن درس میخوانن چقدر کوشش کنن؟ خب ما گفتنی ما برای نوجوانان این است که وقت خود را نگذرانند و برای آینده درخشان داشته باشند. انشالله با امید خدا. هدیه جان خودت به عنوان اول نمره صنفتان چی گفتنی داری برای همسن سالای خودت چگونه کوشش کنن درس بخوانن اول نمره شون؟ واقعا اول نمرگی مهم است یا که نه لایق بودن زیادتر مهم است؟ به نظر من امی که درس بخوانی مهمتر از همیشه از اول نمرگی. اول نمرگی به خیال ما مهم است اما باید درس بخوانی کوشش کنیم. و پیام ما این است که کسایی که همسن سال خودم هستن وقت خود بیجا ضایع نکنن و با متوجه درسای خود باشن. خوبتر است. آفرین نام خدا. در خانه کدام وقت آشپزی ها میکنی هدیه؟ همونطور که در مکتب لایق هستی در خانه هم لایق هستی یا نه؟ بله یگان وقت. چی را خوب صحیح پخته میتونی؟ چپس. این اگام وقت اگه در میمونی امروز مادر جانت خواد کمک کردی که چپسش تو خودت پخته کرده باشی؟ بله. باز تعریف میکنن از چپس پختگی؟ خب میکنن دیگه. میگن مزه‌دار است. از خاطر قضیات نه از خاطر که شاید صحیح پخته نمیتونی. بله باز مادرم برام میگه که خودت نکن من خودم میکنم. خب مقصد دیگه می دخترها واقعا احساس دارن نه در سن کم هم که باشن باز امروی مادر جانشان کمک میکنن. سلامت باشی هدیه جان. اما تو خوش خندان باشی مثل همین لحظه که خودت میخندی. خب زهر جان خودت چه گفتنی داری عزیز دل به همسن و سالای خودت؟ من به همسنای خالم این گفتنی دارم که هیچ اول نمره‌ای و یا مقام یا جایده ارزش نداره. فقط اینکه درس بخوانن و کوشش کنن تا آینده درخشان به خود و آینده خود بسازن. بله دقیقاً نام خدا. این دو تا اول نمره ما دیگه میگن اول نمرگی مهم نیست. مهمی است که ما در زندگی ما در کار ما لایق باشیم. مهمی است که ما به اهداف ما رسیدگی بهتر داشته باشیم. سلامت باشین قندولکا از اینکه به برنامه تشریف آوردین و اگر گفتنی دیگه ندارین به من خود نگفتین که چی توفه آوردین. مقصدم صحبتاتون رو تا حدی که نیاز بود از شما پرسان کردم. اگر چیزی باقی مانده میشه که بگوین. چیزی باقی نمانده کدام گفتنی نداری زهر جان؟ خودت هدیه جان؟ نه خیر گفتنی ندارم. سلامت باشی. زهره جان خودت چیزی باقی نمانده؟ نه خیر. خب آرش خودت چی میخوای بگویی؟ همونطور یک پیام مردانه دیگه برای همسن و سالای خودت بگو. چی میگی برشان؟ ما میخوایم بگوییم که
وقتی که مکتب میرین باید درستان بخونین، وقتی که با پدر مادرتان احترام بکنین، با استادایتان احترام بکنین، درسایتان خوب بخونین. آفرین، نام خدا. آرش جان بچه خاله خودت میشه نه هدیه جان؟ بله. خب نام خدا دیگه لایق مثل خودتم، اما تو قندول و شیرین زبان. تشکر قندولکا از اینکه به برنامه بدین. وقت خوش براتون میخوایم، ان شاءالله همیشه دیگه موفق باشین، سلامت باشین. و همچنان تشکر از شما هموطنان عزیز ما که تا این لحظه با ما همراه بودین. از حامد جان احمدی هم تشکر که این تفلکای قندول با خودشون به برنامه صبح و زندگی آوردن. جهانی سپاس از اونا. در ادامه با ما همراه باشین. موسیقی زنده داریم از طریق صبح و زندگی تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. فعلا میان برنامه بسیار کوتاه. بازم صبح زیبایتان بخیر.